اینقدر که آدمای بی‌وجدان هستن که زعفرون نزنن، که همون میزان و بیشترش هم آدمایی هستن که زعفرون میزنن. ببینید این زعفرون به این خوبی‌ها، ولی یه نکته کم پیدا میشه که بخوام تو پولکی‌هاشون زعفرون بزنن. تو همون واویجاها رو دارم میگم. نگاه کنید، اینم شیر پولکی بود، اینم توپالاشه ها، ببینید اینم توپالاشه، اینم حالا یه آب میزنم اینم توپال زعفرون رو یه آب زدن آنا. ببینید این زعفرون اون میشه پولکی نارگیل و زعفرون. خیلی سوال کرده بودم پولک مخصوص یه چیزی اینه، مخصوص ما نارگیلش بیشتری به نسبت پولک نارگیلی و علاوه بر اون یک مثال هم زعفرون میکنه. این حجم زعفرون هم میشن. بیاین فالو کنید و لایکمون کنید و سفارش بدید. راضی نبودید مرجوع کنید.